سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه و اینکه هیچ ناراحتی نداشته باشید. امروز اومدم راجع به این صحبت کنم که چرا انقدر هیت خوردم راجع به این که گفتم چرا محتوایی که انقدر داخلش چیزهای جنسی داره بسیار ویوی بالایی میخوره، اما محتوایی که من گذاشتم راجع به حمایت از مردم و استعدادهایی که داشتیم انقدر هیت گرفت و بازدید کمی گرفت. من اینو گرفتم یک شورت گذاشتم، گفتم ویدیویی که این مباحث مثبت 18 داخلش هست. حالا من نمیخوام بگم مثبت 18، مجبورم دیگه اینو بگم. خب میدونید دیگه چی داره. اون ویدیوی نیمارم خودتون دیدید قطعا، با یک اسم خانومر یادم نمیاد. و اینو خواستم بگم که ببینید، من منظورم این نبود که نیما تکیدو آدم بدیه. من فقط داشتم میگفتم اون ویدیو که داخلش از چیزای جنسی به کار برده شده بود، چرا اون 2,500,000 یا بیشترم ویو خورده، اما حالا منی که اومدم راجع به حمایت از استعدادها صحبت کردم بازدید نخوردم. میدونید من نمیخوام بگم نیما حقشه انقدر بازدیدم بخوره، اما من فقط راجع به همون ویدیو دارم صحبت میکنم. حتی شما اگه برید بازدید ویدیوهای نیما رو ببینید، اون ویدیویی که ازش به چیزهای جنسی به کار رفته خیلی ویوش بیشتر از ویدیوهای معمولیش که میتونید خودتونم برید ببینید. ما این شورت ویدیو رو گذاشتیم، خیلی عید گرفتم، دلمو شکوندی. با اینکه اومدم یه کامنت پین شده گذاشتم که میتونید برید ببینید همون ویدیو رو، و من و کسایی که بهم توهین خیلی زیادی هم کردن و بهشون در جواب بی احترامی نکردم و ازشون عذرخواهی هم کردم. دارید یه ویدیوش هست، میتونید برید نگاه کنید. و ببین، دل منو شکوندی. از فنای نیما تکیدو این انتظار رو نمی‌گرفتم. شما میتونستید بیایید یک جور دیگه با من برخورد کنید، ولی با منی که اولای کار من بود اومدید اینجوری شروع کردید. اما اینو بگم که هر آجری که به من پرت کردی خودم یه دیوار میچینم از بالاش میرم بالا، فهم این از. ولی خب منم نگفتم که نیما تکیدو آدم بدیه و نباید اینجوری ویدیو بسازه. خب هر کسی هر جور که دلش بخواد میتونه ویدیو بسازه و بازدیدم بخوره. و خب منظور من این بود که چرا ویدیویی که حالا راجع به این مباحث میلیون ها بازدید میخوره، ولی ویدیویی که من حالا ساختم بازدیدش کمه. واقعا زبونم من اومد. اما من یه چیزی میگم، برای انتقاد کردن نیاز نیست کسی کوچیک‌تر از خودتو مثال بزنی. میتونی کسی که میلیون ها بیشتر شناخته تر شده، میتونی اون هم ازش انتقاد کنی. منم انتقادمو کردم، ولی خب شما اصلا محترمانه جواب منو ندادید، با اینکه من اومدم در کامنت ها دوباره جوابتون رو محترمانه دادم. ولی خب الانم بازم عذرخواهی میکنم. خیلی ها اومدن گفتن ویدیوهات اسکیه.
به من نمیخوام همین اول کار خودمو ببرم داخل حاشیه، ولی شرمندم. شاید من نباید همچین ویدیویی میساختم، شاید نباید انتقاد خودم میکردم و هر چیز دیگه. بالا سری